برادران و خواهران گرامی، تجلیل از میلاد نبی یا از روز تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ اصل و اساسی در اسلام ندارد. این اعمال بدعتی را یک تعداد ملاهای شکمپرست نفسانی از دل خودشان جور کردین. پیام ما برای کسایی که از این روز تجلیل میکنن این است که آیا شما دین را خوب میفهمین یا سلف صالح میفهمیدن؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در طول حیات خود از این روز تجلیل کرده و آیا ما را کدام خبر داده که از این روز تجلیل بکنین؟ آیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و یا عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه و یا هم ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از این روز تجلیل کرده؟ آیا در مورد این روز کدام گپی زده؟ چطور نمی شرمین؟ 3 متر لنگی میزنین، ریشا را اعلا کردین به نام ملا و عالم، شکمایتان کشالیا میرین در مجلس به نام میلاد نبی در چشم مردم خاک میزنین سال از مدام. شرم خوب است، حیا خوب است. واقعا که شما از دین چی جور کردین؟ سبحان الله. از شما که بی عزت بی حرمت در روی زمین پیدا نمیشه. از شما ملاهای شکم پرست کرده که بدعت میارین در دین داخل میکنین، بدعت به مردم سنت معرفی میکنین، سنت بدعت معرفی میکنین. شرم باد بر شما. الله شما را هلاک بسازه. ایره بفهمه که تجلیل از میلاد نبی مشابه با چی است؟ بونمو اعمالی که یهود و نصارا امروز بنیانگذاری کردن تجلیل میکنن، شما هم اینمی کارا میکنین به خاطر چیزی که در دین نباشه. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یعنی هر آن چیزی که در امر ما در دین ما نباشه کسی او را انجام میده من حیث یک مسلمان، او رد است، او گمراهی است. آیا همین امام ابو حنیفه رحمه الله که شما به دروغ خود در مذهبش میگیرین، آیا از همین میلاد نبی تجلیل کرده؟ از روز میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم تجلیل کرده؟ شما در کدام دین هستین؟ در کدام مذهب هستین؟ ما من حیث یک مسلمان همین پیام ما بود برای برادران و خواهران گرامی که متوجه باشند به نام میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ چیز در اسلام نیست، هیچ سند دلیل وجود نداره. فقط این چند تا ملاهای درباری شکمپرست، این صوفی های گمراه میان اونجا رقصک و پایکوبی میکنن، دست و پای پیرماچ کو اونجا بیا دیگار بان شکما را پر کو، خلاص حق فقیر و مسکین و بیوه و بیچاره را بخور، خلاص خیر. مکمل سال خلاف سنت پیغمبر زندگی کو، با سنت پیغمبر دشمنی کو، باز بیا در سال یک مرتبه به نام میلاد نبی در چشم مردم خاک بپاش. شرم خوب است، حیا خوب است. از این انسان های بدبخت کرده در روی زمین هیچ. واقعا که انسان بدعتکار دشمن الله و رسول است. الله و رسول خائن میدانه در رساندن دین معاذ الله. یک کسی که از میلاد نبی تجلیل میکنه به مثل عزیز که معاذ الله اینا دین از پیغمبر کرده خوب میفهمیدن، اینا دین از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده خوب میفهمیدن. الله اینها را هدایت بسازه. هر قابل هدایت نیست، الله اینا را هلاک و برباد بسازه.